سلام بچه ها. بعد از یه مدت مریضی و بیماری دوباره دست به کار شدم و الان میخوام یه آپدیت جدید در مورد باوشتری بدم. الان من دارم روی کف کار میکنم. همونطور که قبلا گفتم اینجا فلیس انکلیوا از قبل مونده و نمیشد در واقع کندشون. برای همین من این دستگاه رو از اوبی رنت کردم. بهش میگن بتون شلایف ماشینه. خب این دیگه بعد دستیه، در واقع ماشین بزرگترش هم هست. میبینید اینجا یه در واقع یه سابی داره که این سابش حالت بهش میگن دیامانته، یعنی که در واقع از جنس دیامانت، نمیدونم چی میشه به فارسی شده نفته، برای از اون جنسه که برای در واقع استفاده میشه که بتونی اینجا قشنگ تفاوت هم شما میبینید که من استفاده کردم. خب خیلی بعضی جا استفاده نکردم چون که دیگه نمیخواستم خود استریش هم در واقع بسابم برم و همینطور که میبینید من با اکبر آقا، ما میگیم اکبر آقا استفاده میکنم برای اینکه خیلی گرد خاک میکنه و اینجا بس میشه و همزمان اول اکبر آقا رو روشن میکنم، بعد این دستگاه رو و چیز میکنم استفاده میکنم. خب خیلی مهمه که وسایل ایمنی داشته باشی. اولا این چی می‌بینیم من الان اینا رو در واقع خیلی حرفه‌ای نیست ولی برای زیر زانو، چون که باید زانو بزنی این کار رو انجام بدین استفاده میکنم. اینم خیلی مهمه برای گوش، این برای جلوی چشم که اگه چیزی پرید توی چشم نره، و اینم من برای در واقع تنفس استفاده میکنم و این کار رو انجام میدم که بعدا وقتی میخوایم کف انجام بدیم در واقع فلیسن بکنیم یه فضایی باشه برای فلیس انکلیوا که خیلی تفاوت سطح داخل و بیرون زیاد نباشه. بعد از اینکه کف رو تمام کردنم میرم سراغ دیوارها. خب بریم ببینیم چی میشه. فعلا خدا نگهدار.